پارک ملت دور کنیم و عشق و حال. خب بوبودی جان سلام، خوش اومدی به ولاگ دیگه. بریم امروز قراره بریم پارک ملت دور کنیم، پیاده روی کنیم، عشق و حال کنیم. چیکار میکنیم؟ برو بریم سراغ پارک ملت. لیتس گو. پارک ملت مشهد، البته ما مشهدیم. خب داریم میریم سراغ پارک ملت مشهد و یه ولاگ خیلی خفن دیگه مثل ولاگای دیگه داشته باشیم. خیلی گرمه، شدید گرمه. خب آقا ما الان داریم میریم سمت پارک ملت. رسیدیم به پاساژ تک، بزرگترین این پاساژش حاجی فقط کامپیوتر و سیستم و کنسول و دیگه همه تکنولوژی و ایناست. قراره بریم دوری توش بزنیم، بعدم بریم ادامه راه. شرخه رو قفل می‌کنیم به درخت، بعدم بریم پاساژ تک و یه دوری بس دیگه، یه دوری دوره پاساژ تک بزنیم. خیلی خفن. این دسته رو ببین تو، دسته طرح جی تی 6 حاجی. وای این کجایی؟ بیا دیگه. خب حاجی بیا اینو ببین، این همون چیزاست از این PS5 کوچولوهاست، کیبورد و هدست و میکروفون و اینو ببین، چیز جی تی 6 دسته PS5 طرح جی تی 6 حاجی. این از این چیزا داره که سر این دست اینجا سر این چیزا میبنده. PS5 و نینتندو سویچ. نه این نینتندو نیستش، دسته گوشیه. بریم ببینیم نینتندو 2 رو پیدا میکنیم حاجی. نینتندو سویچ 2 رو حاجی. وای هدست پوتک حاجی، ریزر مدل نمیدونم چیه. بریم حاجی، بریم مجتمع کامپیوتر تک. بریم حاجی، خیلی بزرگ و خفنه. بریم اصلا فقط اینجا خوراک اینه، بیای حسرت بخور، فشار بخور. بیا اینا، این همون هدست پوتک رنگای مختلفش. چقدر چیز میز اینجا، بهشت یک گیمره. فقط بیا اینجا تماشا کنی و حسرت بخوری. بریم بالا. چند طبقه است حاجی، چند طبقه است و واه. بریم سیستم گیمینگا رو ببینیم. اینا پیدا کردم. بیا سیستم گیمینگ رو ببین. بیا دلت همچین چیزی نمیخواد؟ تو واقعا دلت نمیخواد؟ بخورمت. وای 50-70 کارت گرافیک 50-70. بیا اینجا رو بگیر، اینجا رو ببین حاجی. وای سیستم گیمینگ رو بگیر. تو یه سیستم حاجی من دیدم طرح مرد آهنیه. بیا اون روز اومده بودم دیدم سیستم ها رو 50-90 حاجی، گرافیک 50-90. بیا بریم. لیاقت نگاه کردن هم نداریم ما بهش. بریم طبقه بعد حاجی، تک طبقه هاشو بگرد. فقط میخوام نشونتون بدم. چند طبقه اومدیم بالا؟ 20 بالاتره. سفیدش. آره سفیدش زود کثیف میشه، یک جایی باشه دیدم نمیشه چی. نگاه بسیار قشنگ. آره اصلا اباحتش یه چیز دیگه است. بیا اینجا رو ببین بودی. بیا اینو ببین. اوف سیستم رو بگیر. بیا بریم اون ور. تازه اصل کاره حاج بودی اینجا رو هدست. حالا خودم هدست خوب دارم و بازم دارم هرس میزنم. 50-70 اینجا رو ببین، تک سیستمای خفن. اینا 50-90 50-80 نه. اینو ببین. بریم بالا. این هم طبقه آخرش، طبقه بالا. زیاد خیلی خلوته و چیز خاصی نداره. اینا رو ببین، مانیتورا رو. بازیشو که داداش آسفالت 9 بریز رو گوشی برو کیف کن. کیفیت رو ببین. قطره های آب. کی دلش میاد این ماشین رو بزن تو درگاه؟ چقدر حسین یارو. وای FPS رو
البته ویدیو من FPS 60 اون ممکنه بیشتر باشه. با چشم دیده میشه FPSش. تعمیر سیستم و اینا میکنن اینجا. بریم سراغ ادامه راه و حرکت به سمت پارک ملت. پاساژ تک اگه تو مشهدید حتما بیاید خواستید سیستم و اینا بخرید. خیلی خفنه حاجی. آجی برقای چراغ راهنمایی رفته همه تو همن، اصلا همه چراغاش خاموش شده. آجی من جای جالب ببینم مجبورم نشونتون بدم. اینجا رو ببین، اصلا زیر زمین، زیر اینجا جان ما نها کن. سلام. خب آقا ما رسیدیم به پارک ملت، یعنی باید بریم اون ور خیابون. از طریق چیز باید بریم، از طریق اسمش چی بود؟ از پله بریم بالا، از پل رد شیم. از پل رد شیم بریم، از پل هوایی رد شیم بریم اونور. نه اونور، نه اونور ببخشید. بریم اونور و بریم تو پارک ملت. خب این دو چرخه ما بیا دیگه، سری باش. بعد از همیشه بریم بالا. بعد به یک دهن سرویسی بریم بالا. من برم اول تو برو من فیلم بگیرم. خب بودی اول تو برو بالا، من ازت فیلم بگیرم. بچه‌ها ببینن ما چه جوری میریم بالا، بعدم من میام بالا. این شکلی نه، من بلندش میکنم. خب وای خدا، بیا الان منم دقیقا همین حرکتو برات میزنم. صبر کن. بادا دیگه، بادا. سرویس قدرت. خب ما اومدیم بالا پل هوایی و حالا باید بریم اون ور. ایده خب ما از پل اومدیم پایین و بریم سراغ پارک ملت و دور و عشق و حال. بریم. خب دوچرخه ها رو اینجا با 3 تا قفل به هم دیگه بستیم. همینجا کنار کنار همین پل، همینجا کنار سوپری هم هست دیگه. خودمونم بخوایم نمیتونیم اینو بدزدیم. جان چی جوری بستیم به هم. بریم تو پارک ملت رو دور کنیم. اونجا هم جای بستن موتور. برو بریم. کجا بریم حالا؟ یکم خودمون رو ببینم. بریم. یه راه خیلی بزرگ واسه پیاده روی و راه رفتن. بریم حالا دور بزنیم تو هم میریم. چه هوا عالیه. اینو نگاه بیا. گروه سلام داشت. خوبی؟ چه خبر؟ چی حاله؟ آراجی از این گروه ها خیلی زیاده. من دیدم آجی 100 نفریش هم من دیدم اینجا. همینجور 100 نفری میدوان و ورزش میکنن و از همینجا برو دست چپ. دست چپ؟ یا دست راست؟ بریم همینجور جای مختلف شو ببینیم دیگه. اگه گفتیم مجسمه کیه؟ قیافر این چیه سمیه؟ این کیه؟ غذا دادن پرندگان. حاجی بیا بریم جای چیزش، بیا بریم جای قازاش. قایق هم داره، مردم میرن تو رودخونه. بریم قایق بگیریم. بریم قایق بگیریم حاجی. بریم چیز کن. الان کجا داری؟ چرا داری میری الان تو چمنا؟ وای حاجی وای الان میخوره بمون. بیا چه باحال اینجا، چه بود چمن خوبی میاد. حاجی بیا فرار کنیم از دستش. واستا حاجی همینجا وایستا، بیا فرار کنیم از دستش. اینا شو خیس آب میاد. حاجی وایستا.
ای داره آب میریزه رو من. ای اینجا رو رود ماهی نداره؟ کو ماهیش کجاست؟ اونجا رو میگم مردم دارن تنیس میزنن. تنیس که بدمینتون، البته تنیس. اینجا رو ببین، خوش می آوردم آجی بدمینتونو. میرفتیم بدمینتون. همه دارن بدمینتون میزنن. گفتش فیلم نگیریم، ما هم دوربین رو خاموش کردیم. زمین بازی کودکان مترو. کودک برو کودک بریم آجی جای چیز، بریم جای دریاچش، بریم غازا رو ببینیم. انقدر باحال آجی اینجا غازاش. مردم نون میارن بعد میریزن واسه غازا هم میخورن. خیلی باحال آجی. یه سری باید بیان نونم بیاریم واسهشون بریزیم واسهشون. خیلی نون همینجور فقط میریم نگاهشون. با مردم دیگه نون میارن. آقا اینجا هم پارکشه، قسمت تاب سرسراش و اینا، بخش کودک. اینجا جای تاب سرسراشه و به شدت یعنی افتضاح شلوغه و همین مستقیم که بریم میرسیم به جای حوضش و جای غازاش. اینم بودی. ما رسیدیم جای اولمون، جایی که از اول اومدیم، بعد هنوز به غازا نرسیدیم، مثلا اون ور غازا، و ما همچنان باید مستقیم بریم. خب آقا ما رسیدیم با کمک نقشه ایشون رسیدیم به دریاچه پارک ملت، همون جایی که غازا هستن. دقیقاً همون جایی که ما اومدیم از رو پل. ما کلا راست رفتیم، یک دور زدیم، یعنی از اون ور دوباره دور زدیم، دوباره رسیدیم اینجا. بله. خب آقا ما رسیدیم به جای دریاچه بالاخره. نظرت چیه؟ اصلا با دوچرخه میای بیرون حال کردی؟ نه. کلا رفتیم یک دور زدیم، دوباره برگشتیم تا رسیدیم به اینجا خیلی خفن و زیبا. اینجا هم قایق میگیرن و خوبی؟ انشالله کسی بیاد اینو هول بده میفته تو آب که. بیا بریم. خب آقا غازا اینا چرا من کم شد؟ نه اونا اونجا هم هستن. آقا میخوایم یه حرکت بزنیم، میخوایم بریم سوار این قایقا شیم. نظرتون چیه؟ میخوایم بریم سوار اینا شیم واسهتون ویدیو بگیریم. نظرته؟ بریم. خدا وکیلی بریم. اهل وعده وفا. اومدیم سوار شدیم. اومدیم سوار این قایقا شدیم و نیم ساعت میتونیم هر غلطی میخوایم بکنیم. گاز بدیم. این چیه؟ این چیه؟ ها جهتشه. بزن بریم. من رانندگی میکنم. برو بریم. چیه؟ چه خوب شده که اومدیم اینو. اصلا نور نیست اینجا، ما خیلی بد میافتیم. بودیم ما بریم فیلم میگیریم. میتونیم استراحت کنیم حاجی. این میدی راست میره چپ، میدی چپ میره راست. ها اوکی. چه باحال. بریم جای غازا حاجی. نه غازا، بریم جای اونا. بریم اونجا وایسیم. ای پدر سوخته. اون ورم هستش حاجی، اون ورم هستش، میتونیم بریم اون ور. بیا سلام غازا. اینو نگاه داره آب میخوره. پا بزن. چجوری آب میخوره؟ ای نریم تو دیوار. اینم دارم همون میان حاجی. دارم میان. ای حاجی الان میخوریم به اینا. ای نزنی به این. برو اون. الان خوردم حاجی. بده اون بده. ای نخوریم به اینا. ای اومدیم پیش مردم. گربه رو نگاه اومده اونجا. گربه رو اومده. ای خوردی برگرد. دن عقب بگیر. ماهی حاجی. ماهی
برو اونور الان خوب میذاری تو دیوار ماهی. سلام. کجا داریم میریم؟ برو دور بزنیم. کجا داریم میریم؟ برو از همونجا دور بزنیم خیلی حال میده. برو. آجی آبشار رو نگاه کن. بریم پیش آبشار. تون پا بزن. نریم زیر آبشارا. آجی الان میخوریمش. چی بود؟ کیفیت افتضاح چون نور نیست. هیچ نوری وجود نداره. سلام. خب آقا ما از قایق اومدیم پایین و الان اومدیم دستشویی. اینجا هم دستشوییش. الان چرا دارم از دستشویی فیلم میگیرم نمیدونم. خب آقا ما دیگه از پارک ملت راه میافتیم و ما از ساعت چند اینجاییم؟ از ساعت 6-5 اینا اینجاییم. زیاد کار خاصی هم نکردیم اما بیشترین هیجانش همون قایقه و الان هم راه میافتیم و برمیگردیم سمت خونه. مارپیچ تو واکن. خب آقا برو بریم سراغ خونه. برو بریم سراغ سمت برو بریم سمت خونه. لیتس گو.